حکم استمناء یا خود ارضایی یا به تعبیر دیگر عادت سری که برش میگن در لغت عربی در این مورد هست. یکی از جمله سوالاتی که بی اندازه پرسان میشه، مطرح میشه در بین جوانان عزیز ما، از هر گوشه پرسان میکنن، همین بحث خود ارضایی است که از لحاظ اسلام چی حکمی داره. در مورد حکم خود ارضایی و یا همون به اصطلاح استمناء دو تا دیدگاه هست بین علمای عزیز ما. دیدگاه اول و نظریه اول جمهور علما یا بسیار از علما بر این باور است که حرام است، نادرست است و دلیلی که ازش استدلال میکنن دعای از قرآن هست، یکی از حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم هست. آیتی که برای حکم حرمتی را استدلال میکنن آیه والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. به این آیه هست که الله سبحانه و تعالی میگه مؤمنان واقعی کسانی هستند که شرمگاه‌های خود را حفظ میکنن مگر از همسرانشان. یعنی به این معنا که فقط تنها قضیه اباحت به اصطلاح یا انزال شدن انسان فقط در همون بحث جماع هم بستری است. آیت دیگر میگن که ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیهم الله من فضله. الله سبحانه و تعالی دستور به عفاف و پاکدامنی داده برای کسانی که قدرت ازدواج ندارن. خب اگر بحث خود ارضایی جواز می داشت یا به اصطلاح درست می بود، در اینجا به جایی که اونها را توصیه برای صبر و برای عفاف و برای پاکدامنی بشه، برایشان اذن و اجازه خود ارضایی داده میشد تا خودشان از این طریق راحت بسازن. و همچنین حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و سلم است که در مورد جوانان میگه یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج. ای جماعتی جوانان، کسایی که قدرت ازدواج دارید ازدواج بکنید، چون این ازدواج محافظ چشمان شماست و وسیله عفت و پاکدامنی برای شرمگاه ها و فرج های شماست. و بعد رسول الله صلی الله علیه و آله میگه که کسایی که قدرت ازدواج ندارن روزه بگیرن یا صبر و حوصله بکنن. اگر بحث خود ارضایی جواز میداشت، در اینجا پیامبر صلی الله علیه و آله دستور به خود ارضایی میداد اونها را. یعنی این دلایلی دسته از علمایی که میگن خود ارضایی حرام نادرست. خود ارضایی برای عمل میگن که انسان یا از طریق دست خود یا از آله دیگری به اصطلاح بدون اینکه که با همسر خود هم بستر بشه خود انزال میسازه یا جنوب میسازه. برای این میگن عمل خود ارضایی یا همون عادت سری یا استمناء، حالا به دست باشه به هر چیزی دیگری که باشه، صورت بگیره. اما نظر بعضی از علمای دیگری است که مباح است، جواز داره در دو تا حالت. یکی حالتی که اگر ترسی باشه که جوان مسلمان در زنا واقع بشه، دختر و پسر مسلمان خدای نکرده در عمل منافی عفت یعنی زنا واقع بشه، با وسیله خود ارضایی میتواند که خودش کنترل بکند و این خود ارضایی سبب بشه که از زنا و بی‌عفتی و بی‌عزتی جلوگیری بشه. در چنین حالتی برایش مباح است، جواز داره که به اصطلاح خود ارضایی بکنه، چون گناهی زنا بی اندازه جرم بسیار بزرگ است و اگر عیانا بالفرض گناه هم باشه، گناه این بسیار کم است، جمله یه صغائر محسوب میشه. و یا حالت دوم، اگر در صورتی که مثلا برای بدن انسان ضرورت باشه، حالت ضرورت نگاه کردن به اصطلاح یا دفع کردن آب منی در وجود انسان برای انسان مضر واقع بشه، یک طبیب متخصص و ماهر برش بگه و نیاز باشه که خود ارضایی بکنه، در چنین حالتی برایش مباح است و مشکلی وجود نداره. و این عده از علما میگن که دلایلی که علما دسته اول استدلال میکنن برای تحریم خود ارضایی، میگن که اصلا او مربوط به این قضیه نمیشه، او بحث کاملا جدا هست و هیچ آیت صریح یا مثلا حدیث صریحی در این مورد وجود نداره که بر ممنوعیت یا بر تحریمی به اصطلاح بحث خود ارضایی باشه. به هر حال پس نتیجه است که اگر در چنین حالتی جوان مسلمان واقع میشه که خدای نکرده یک طرف قضیه زنا مطرح میشه، یک طرف هم بحث خود ارضایی، در اینجا به اصطلاح میتونه خود ارضایی را انجام بده و از زنا جلوگیری بکنه. و اما ضرر داره. کسایی که علمایی که میگن به اصطلاح تحریم یا نادرسته به خاطر اضراری که در این است که بر ضرر این همه اتباع هم تا دیدگاه نظر دارن. کسانی که از طریق دست یا آله دیگری خود ارضایی میکنن، در نتیجه برای اینها ضررهای پیش میاد، حالا چی ضرری به اصطلاح جسمی باشه یا ضرر برای عصبی باشه، سر اعصابش فشار بیاد، یا مثلا ضررهای دیگری که برای انسان مرتب میشه و مخاطر اضرارش میگن که به اصطلاح حرام و نادرسته. و بدون شک ناگفته نماند یکی گناهایی است که شریعت اونها را حرام اعلان میکند، یکی گناهایی است که فطرتاً انسانها بر اساس فطرت خود
از اون متنفر است. زنا از جمله گناهایی است که در طول تاریخ بشریت، یعنی از زمان خلقت آدم علیه السلام تا زمان رسالت رحمت للعالمین سید المرسلین صلی الله علیه و سلم، کل بشریت از این گناه بزرگ متنفر بود. یعنی همه ای را به عنوان یک جرم قبول داشتند. یعنی تنها در این قضیه شریعت مطرح نبود که برای آنها بگه که گناه است، بلکه فطرتا و عقلا انسانهایی را نمیپذیرفتند. این گناه بسیار بزرگی است، را قبول نداشتند. اما علت به حکمتی که خداوند این را تحریم کرده چیست؟ اگر الله رب العزت و الجلال زنا را حرام اعلان نمی کرد در دین مبین اسلام و یا در ادیان گذشته، امروز در دنیا کسی از نسبش معلوماتی نداشت. مثل که امروز در دنیای غرب جوان نمیداند که پدرش کیست، مادرش کیست، پدرکلانش کیست، خواهرش کیست. در بسیار از کشورهای دیگه چنین قضیه شما با کثرت مشاهده میکنید. این اسلام است که به خاطر حفظ نسب انسانها یک قانونی رو وضع کرده و هر مسلمان میتواند با جرأت کامل با معلومات بسیار دقیق نسب خودش را بیان بکند. حفظ نسب در اسلام عزیز خیلی تاکید. یکی از جمله عواملی که زنا تحریم شده حفظ نسب انسان هاست. به خاطر حفاظت نسب انسان ها الله رب العزت و الجلال را تحریم اعلان کرد. وگرنه یک گدودی شما میدیدید که کسی خبر نداشت از کسی دیگری، کسی معلومات نداشت که خواهرش کیست، برادرش کیست، پدرش کیست یا مادرش کی بوده و فلان در کجاست. ولکن این عزت و عظمت در اسلام است که هر مسلمان مادرشه، پدرشه، اقوامشه، کل اقربایشه حتی به صورت تحقیق میشه. چرا؟ چون در ازدواج نسب حفظ. بناهن وقتی که خداوند زنا را تحریم اعلان میکند، در مقابلش ازدواج برای انسان مسلمان پیشکش میکنه که از این طریق هم میتوانید توالد و تناسلتان را رشد بدهید، هم میتوانید حفظ نسبتان محفوظ باشد، هم میتوانید غرائز و خواهشات شهوانی که در وجود شماست او را برآورده. به خاطر رفع امراض مختلف الله بندگانش را دوست دارد. هیچ چیزی خداوند دوست ندارد که برای بندهش کدام ضرر ایجاد بکند. آنچه که مضر بود برای بندگانش همه را بیان کرده و آنچه که مفید بود همه را تجویز کرده برای بندگانش. هر چیزی که الله گفته شما بخورید، استفاده کنید، این عمل را انجام بدهید، در از حکمت ها نهفته است و او برای منفعتی بشر هست و او برای رشد و ترقی انسان است، هم از نظر جسمی، هم از نظر روحی، هم از نظر ظاهری، هم از نظر باطنی. شما اگر دقت بکنید یک مرد و زن با هم ازدواج می 80 سال با هم زندگی میکنن، شاید در طول 80 سال هزارها مرتبه مسائل جنسی را انجام میدن، به غیر منفعت در وجود اینها چیزی به اسم مرض ایجاد نمیشه که اون مرض بر اساس قضیه همجنسی اینها باشد یا مسئله جماعی اینها صورت بگیره با دو کلمه عقد نکاح. اما اگر همین مرد و زن بدون نکاح، بدون قانون و ضوابط شرع دین این عمل شنی را انجام میدهد، با مرور زمان بسیار کم امراض مختلف را شما میبینید که امروز دنیا در برابر علاج این امراض دست و پنجه نرم میکنه. حتی در کشورهای اسلامی سرایت کرده. شما اگر آمار افرادی که با مرض ایدز تنها در افغانستان مبتلا هستند از صحت عامه ببینید که چقدر این مرض نشأت پیدا کرده در جامعه. یک مرض کاملا ناعلاج که امروز بشریت در برابر از عاجز است. 1400 و چند سال پیش دین آمد برای ما گفت که زنا حرام است، زنا مضر است، زنا بی حرمتی است، زنا بی آبرویی است، زنا بی عزتی و بی عفتی است، زنا به جسم عزیزتان ضرر ایجاد میکند. پیامبر آمد گفت در زنا مرضی ایجاد می شود که هرگز بشر شاید نتوانند او را علاج بکنند و امروز شما در اوج ترقی و پیشرفت تداوی قرار دارید، ولکن هنوز انسان ها عاجزند از جلوگیری این امراض. اسلام به خاطر حفظ صحتمندی، حفظ آبرو و عزت مسلمان و در مجموع انسانیت زنا را حرام قرار داد که در نتیجهش امراض گوناگونی در جامعه انتشار پیدا می کند که نمونه واضحش رو شما امروز میبینید به نام مرض ایدز زیاد میشود. حکمت سوم به خاطر اصلاح افراد و اصلاح خانواده ها و اصلاح جامعه هست. بدون شک اسلام هم برای اصلاح فرد تاکید کرده، خود شخص باید اصلاح باشد، هم برای اصلاح فامیل و خانواده تاکید کرده که انسان را مسئول قرار داده در برابر اونها. امیدوارم انشاءالله پیام رو گرفته باشید. موفق و کامیاب باشید. السلام علیکم.